رادیواکتیو رادیواکتیو رادیواکتیو. سلام. سلام سلام سلام. در یکی از آخرین رادیواکتیو های سال 98 خیلی بی مقدمه میریم سراغ سرتیتر مهمترین موضوعات رادیواکتیوی. شکست نمایش انتخابات آخوندها. محسن، ببخشید میونه کلامتون پاستیل یه چیزی میگم نخندینا. در عظمت و شکوه این انتخابات همین بس که تو بعضی از شهرها تعداد کاندیداها از تعداد رای دهنده ها بیشتر بود. یعنی چنین حماسه‌ای رقم خورده. بله. نمیرالدوله نظام جنتی لعنتی تحریم شد. محسن، آهنگ تولد چیه؟ تولدش هم بوده آخه دیگه. نیدی یه دود غلیظی بالای تهران رو گرفته بود که بعد کاشف عمل اومد به خاطر دود شمعایی که برای تولدش خاموش کردن. آره دیگه 600 سالشه دیگه، 600 سال. رژیم آخوندی در لیست سیاه FATF قرار گرفت. بزنم به تخته، بزنم به تخته، سید علی خل شده. بزنم به تخته، بزنم به تخته، آسمون چل شده. اگه توی آینه، اگه توی آینه یه نگاه بندازه، پیچ و مهره هاشو میتونه ببینه که همه شل شده. عظما دپرس شده، نمیدونه چشه، میشینه پا منقل صبح تا شب میکشه. عظما این میلنگ راه به راه میلنگه، نقشه اون تو نظام دسته یه هونگه. داستان این رقم سازی های خامنه‌ای بعد از نمایش انتخابات از اون بلعجب های ولاییه که آدم ازش سر در نمیاره. یعنی ما نمیدونیم از کجا در میارن این آمارها رو. قربان، شمارش آرا تکمیل شد، همین الان آماده شد که بیارم خدمت شما. احسنت لکم جمیعا. انشاءالله که از 200 میلیون زده بالاتر دیگه ها. حاج آقا، مملکت کلن 80 خورده میلیون جمعیت بیشتر نره که. انتخابات چین و روسیه که نیست، 200 میلیون آخه. خدا خیرت بده. به هر حال شما بدون که انتظارات مقام عظما بالاتر از این حرف هست. حالا همین 80 خورده میلیون آوردی؟ چی؟ نه حاجی، یه 20 میلیون نفرشون که کلن زیر 14-15 سالن آخه، طفلن، شیرخوارن آخه اینا هنوز. یعنی 30-40 میلیون رای داشتیم الحمدلله. نه حاجی، یه 7-10 میلیون اینا که کلن فرار مغزها شدن، بقیه‌شون هم که 30-40 میلیون همشون ضد نظامن، ضد ولایتن. ای بابا، اونایی که شرکت نکردن و نشمر آقا جان، اونایی که شرکت کردن و بشمار. همجوریه. خب ببین حاج آقا، آمار و ارقام رسمی میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بدین شرح است. سر صبحی من و اخوی رفتیم سر کوچه، یکی داشت رد میشد، با باتوم کلقی زدیم، کلش بیهوش شد، کردیمش تو گونی، بردیمش حوزه انتخابیه، انگشتشو کردیم تو جوهر و خب خلاصه بله دیگه. الان شما هم بیای بریم میشیم 4 تا، یه چند تا گونی هم قراره شب برامون بیارن. الان حل حاجی. بفرمایید. سلام علیکم، اونجا رادیواکتیو هسته؟ بله بفرمایید پدر جان. من میخواستم از این تریبون سوء استفاده کنم و مراتب تشکر خودم رو بابت تمهیداتی که صدا و سیما جمهوری اسلامی در ایام انتخابات اندیشیده بودنده اعلام بکنم. هسته
تشکر واسه چی؟ نفرمایین آقا، اصلا این صدا و سیما کارایی کرده که نگم من برات. ما نشسته بودیم نگاه میکردیم، یهو دیدیم خاله خانباجی ما که تو همین محله خودمون هسته 2000 فرسخ اونورتر تو بندرعباس داره رأی میده آقا. ما آمدیم ببینیم خاله خانم ما اونجا چیکار میکنه، دیدیم زیرش تصویر دتا شد، همون خاله خانباجی ما رفته بوجنورد آقا اونجا داره رأی میده. یهویی دیدیم آقا تصویر 3 تا شد، همون خاله خانباجی ما رفته رامسر. اونقدر دیگه تعجب کردیم این که صدا و سیما تونسته از خاله خانباجی ما اسپایدرمن بسازه. واقعا من تشکرات لازم رو میکنم. بله واقعا سخت‌ترین کار بعد از کار تو معدن حفظ ادب در کلام وقتی داری صدا و سیمای رژیم رو میبینی. آقا متشکریم از شما. نه آقا استاکن تشکرات من تمام نشده که. خدا بیامرز رفتگانتون. بابای ما 3 سال پیش فوت کرده بود، همین دیشب تو انتخابات مجلس آقا دیدیمش داره رأی میده. ما که اصلا خیلی دلمون براش تنگ شده بود. البته بچه‌ها میگن فیلم قدیمی پخش کرده صدا و سیما، ولی خب خلاصه دیدارها تازه شده بوده دیگه. آره حالا آقا گوشی دسته، تازه ما عکسش هم زده بودیم دم در، میگن یه 7-8 هزار تا هم رأی آورده این بابای ما. قربان تمام برم من. بعد از تبلیغات دشمنان نظام مبنی بر شکست انتخابات و تحریم انتخابات توسط مردم خدمت حجت الاسلام رأی طلب هستیم تا کم و کیف این موضوع رو از ایشون جویا بشیم. حاج آقا شما این تبلیغات دشمنان نظام رو تایید میکنید؟ اینا میگن کسی رأی نداده. بله عزیزم من کاملا تایید میکنم. یعنی انتخابات شکست خورده؟ نه خیر. من متوجه نمیشم، مردم رأی ندادن بعد چجوری میشه؟ ببینید این که مردم رأی ندادن نشون دهنده بصیرتشون و عشقشون به ولایت. رأی ندادن تا ایشون هر چه صلاح نظام و مملکت هست انجام بدن. ما میدونیم، مردم هم میدونن که رأیشون مخالف مقام عظماست. خب واسه چی بیان رأی بدن چوب لا چرخ نظام بذارن؟ خود مقام عظما هست، نفراتشو چیده، اصلا مسلطون بالا دارن همه کارشون میکنه. اصلا تا همینجا هم همه بدبختی‌های این مملکت به خاطر انتخاب‌های اشتباه من و شما بوده. مردم با رأی دادنشون به غیر از این که در برنامه‌های مشعشع مقام عظما اخلال ایجاد بکنن، کار دیگه ای نمی‌کنن که عزیزم. پس اون آماری که به عنوان رأی دهنده اعلام کردیم چی بود؟ اون دیگه مقام عظما و زحمات آقا مجتبی و کار جهادی بسیجیاست. همون اول صبح ما اعلام کردیم کارت ملی الزامی نیست. دیدیم بازم زحمت ملت شریفمونه. گفتیم آقا شناسنامه بدون عکس هم حله، بیاین رأی بدین. بعد بازم دیدیم خب آخه زحمت واسه چی این همه راه پاشن بیان. گفتیم اثر انگشت هم نمیخواد. دیدیم نمیشه. اعلام کردیم آقا ملت همیشه در صحنه، اصلا نیازی نیست بیان پای صندوق ها. چیکار کردیم؟ خودمون به جاشون رأی دادیم، به جاشون انگشت زدیم. این درسته. به جای اینکه وقتمون رو صرف کارهای بیهوده مثل مقابله با ویروس کرونا بکنیم، نشستیم جای ملت رأی دادیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بالاخره بعد از کلی کش و قوس و برو و بیا، گروه مالی اقدام ویژه تصمیم گرفت که رژیم آخوندی رو در لیست سیاه FATF بگنجونه. این در حالیه که جنتی هنوز که هنوزه نتونسته FATF رو تلفظ کنه. مسئله این توافق ضد پولشوییه. این هم یه چیز عجیب و غریبیه که واقعا نمیدونم با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام FATF. اینا برداشتن اینا امضا کردن. شنوندگان عزیز، در مقابل مجلس شورای ولایی هستیم و اینجا با بسیجیان کفنپوش مواجه شدیم و میخوایم علت تجمع اونها رو جویا بشیم. سلام علیکم برادر، حرفتون با دنیا چیه شما؟ حرفمون اینه که میزنیم دهنتون رو پاره میکنیم. دفعه اول به مقام عظما گفتن سفته، هیچی نگفتیم. چی گفتن؟ همین سفته دیگه. اینا مثل که یه فوش خیلی ناجوری همه. CFT منظورتونه؟ حالا هرچی گفته باشم ما هیچی نگفتیم. بعد اومدن به مقام عظما گفتن بال مرغ. بال مرغ چی آقا؟ منظورتون پالرموه؟ حالا هرچی گفته باشم الان اومدن گفتن فاتفه، که این دیگه میگن آخرت همه فوشاست. آقا فاتفه چیه؟ فوش چی؟ FATF؟ داش من مادرشونو به این FATF میشونم. یعنی ما FATF تون رو پایگاه بسیج مقداد میکنیم. بله همینطور که میبینید تحریم ها اعصاب و روان بسیجی ها رو دستخوش تغییر کرده. آقا ببخشید شما نفر آخر صف هستین؟ کدوم صف؟ صف FATF دیگه.
آقا اصلا شما به من بگو این FATF چیه؟ والا نمیدونم، میگم با کارت بسیج میدن، جزو سبد کالاست. گفتیم بیام یه وقت با ساندیس بزنیم تو رأی. خدا. آقا قطع کن بریم، آقا قطع کن بریم، اینا همشون روانی هم بابا. ای خدا. بله نوبتی هم که باشه، نوبت نمیرالدوله نظام جنتیه که این هفته رفت تو لیست سیاه تحریم ها. ای آقا تحریمش کردن بابا، اینو چرا تحریم کردن؟ قطعات این گیر نمیاد که جایی. حالا شما موزه گیریشو نگاه کن ببین میفهمی چی میگه. چی گفت؟ والا من که نفهمیدم، ولی یه چیزایی میگفت که چون تحریم شدم ظاهرا کریسمس نمیتونم برم آمریکا. پسر اعتماد به نفسو بزن، من تو کف امیدش به زنده موندنم. 1000 سالشه، بعد کریسمس یه ماه پیش بوده، داره برای کریسمس سال بعدم برنامه ریزی میکنه. الهی که تو جوون مرگ بشی جنتی. منم شیخ احمد جنتی موشه ولایت، همون که اسرائیل داره از دست شکایت. به دنیا اومدم ناگهان در روز بیگ بنگ، گذاشتن اسم تو جنتی آخونده الدم. همیشه بودم رازدار دایناسورها، تو بودی پایه سور و ذات دیکتاتورها. زمان پرونا بودم تو کار جادو جنبم، یه شیخ حیله‌گر خیلی شر بودی از اول. به میگن جنتی سر بذاره بمیره لعنتی، برو بر دست امام بدون هیچ صحبتی. به میگن جنتی سر بذاره بمیره لعنتی، ولیکن جون نمیدم من که به این راحتی. نمیرالدوله مهران تو مملکتی که آخوندا توش حاکمن جمله دیگه بدتر از این نمیشه اصلا کاربرد نداره، چون هر روز یه اتفاق بد میفته. گرانی آمد، تورم آمد، سیل آمد، زلزله آمد، برف آمد، کرونا آمد. البته اینایی که گفتی هیچ کدوم خطرناکتر از اون روز نیست که روزنامه ها نوشتند امام آمد. راست میگی والا، نه راست میگی والا. کاش همچین حرفا و اتفاقاتی یه جای تاریخ ثبت بشه تا آیندگان برگاشون بریزه از دوره‌ای که ما توش زندگی میکردیم. در هر حال در پایان این قسمت برای همه هموطنانمون آرزوی سلامتی میکنیم. خیلی مراقب خودتون باشید. آقا توصیه‌های پزشکی رو جدی بگیرید. تا یه برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. رادیو اکتیو، رادیو اکتیو، رادیو اکتیو.